10 کیلومتر راه اومده دم در خونه، دندش برای خودش بندری میزنه، جا نمیره و سیبک دنده از جاش در اومد. توی یه دنده هم گیر کرده، تا دنده 2-3 قاس که میده میخواد خاموش. اینا من سیبک که کنده شده از جاش در اومد. این میلو اینجا اهرم کردم، از این ور اومده اینجا زیر سیبک که یه فشار بیارم ببینم جا میره، حالا موقت درست بشه. بله جا را خیلی هم شل جا را موقت کار میکن، دوباره در میاد. جا رفت خوبه، خیلی شل نیست. یه تست بزنیم. بله دوباره برگشت به روزای اوجش، دنده جا میره، موقتا کار میکنه. حداقل به تست بگیریم. داره کار میکنه، همین که کار میکنه خوب. دنده 1